به او گوش میداد، چشمهای حضرت آدم در دوردستها و آن سوی ستاره‌ها برق شده بود. صحبت در اعماق تاریکی شب حرفهای اون رو بیشتر شبیه راز و رمزگر بود. شب چهره پنهانی حقیقته. تاریکی و روشنایی درون انسان در شب مورد اتحاد قرار میگیره. حضرت آدم با اشاره به زمان عصر رآمیز قبل از طلوع آفتاب حرفاش رو ادامه داد و لحظه‌ای که نزدیک به صبح، در حالی که شب آرامی در حال به پایان رسیدنه، نور و امیدی ظاهر میشه. اون لحظه از همه اسراری که شب با خودش به همراه داره عاریه و پر از خلوص یک روز جدیده. هر چیزی که با شب شروع میشه، در برابر روشنایی روز تسلیم میشه. به همین خاطر روز زمانیه که در اون اسرار شب نمایی میشه. همراه با طلوع خورشید، هر موجود جانداری بیدار میشه و عبادت خودش رو شروع میکنه. این اطلاعات عمیق بر روی قلب حضرت شیس تأثیر میگذاشت و باعث میشد تا او با گذشت هر روز تبدیل به پیامبری قوی بشه. باز در یکی از چنین شب‌هایی حضرت آدم به پسرش درباره حادثه بزرگی گفت که قرار بود در آینده اتفاق بیفته. پسرم، روزی فرا خواهد رسید که تمام دنیا آزمون بزرگی را پشت سر خواهد گذاشت. انسان‌ها از روح الهی جدا شده و قلب‌هایشان در تاریکی فرون خواهد رفت. بر روی زمین بدی و بی‌عدالتی به قدر زیاد خواهد شد که خداوند برای تطهیر زمین و پاک کردن انسانیت از ضلالت و انحراف طوفان بزرگی را خواهد فرستاد. حضرت آدم برای پسرش از طوفان بزرگی گفت که قرار بود اتفاق بیفته. و اما سالهای درازی گذشت و حضرت آدم که فهمیده بود داره از دنیا میره، پسرش رو به نزد خودش فراخوند. حضرت آدم به پسرش چنین گفت: ای پسر عزیزم، بعد از من تو جانشین من هستی و وظیفه خود بر روی زمین را همراه با تقوا انجام خواهی داد. ولی مراقب باش، قابیل و فرزندان او از راه حق منحرف شدند. این وصیت مرا از آنها پنهان نگاه دار، چون آنها از راه راست دور شدند. این حرفا بار سنگینی را بر شونه‌های حضرت شیس گذاشت. او بعد از پدر خودش را علاوه بر یک فرزند، یک رهبر هم می‌دانست. بعد از وفات حضرت آدم، حضرت شیس هدایت قومش را بر عهده گرفت. خداوند 29 صحیفه را بر او نازل کرد و حضرت شیس شروع به زندگی کردن و هدایت قوم خودش بر اساس حقایق موجود در این صحیفه ها کرد. در سایه هدایت و رهبری حضرت شیس، قومش در آرامش و نیکی زندگی می کردند. هیچ دروغ، کینه و حسادتی در میان پسران شیس وجود نداشت. وقتی که نیاز به قسم خوردن بود، به خون هابیل قسم می خوردند. حضرت شیس نور نبوتی که به او میراث رسیده بود را همراه با صداقت حمل می کرد. حضرت آدم قبل از مرگ خود به حضرت شیس برای صحت و سلامت قومش پند مهمی داده بود. به فرزندان قابیل نزدیک نشوید و با آنها اصلاً ازدواج نکنید. به همین خاطر بود که حضرت شیس و پیروانش در مناطق آرام، عموماً دور از دره‌ها، در کوه‌هایی که مرتفع و مقدس شمرده می‌شدند، شروع به زندگی کردند. این روش زندگی هم خلوص معنوی آنها را حفظ می‌کرد و همراهی برای دور ماندن از قابیل و نسل منحرف او بود. از طرف دیگه، قابیل و اولاد او در دره‌ها و مناطق پایین دست و حاصل خیزتر ساکن شده بودند. فرزندان قابیل تمایل به داشتن زندگی پر از انحراف اخلاقی داشتند و به زناب و نوشیدنی‌های حرام و دوری از اخلاقیات کشیده شده بودند. این سبک زندگی باعث به وجود اومدن جدایی ظاهری و معنوی بین آنها و حضرت شیس و پیروانش که در کوه‌ها زندگی می‌کردند شده بود. و به این ترتیب نسل حضرت شیس و هابیل ارتباط با خداوند و عبادات خودشان را در بستری تمیز و پر از آرامش به پیش می‌بردند. ولی بعدن حضرت شیس به واسطه پیامبر بودن به فرزندان قابیل بشدار داد و آنها را به اطاعت از اوامر الهی دفع کرد. ولی آنها در برابر حضرت شیس واکنشی نشان ندادند. این انحرافات باعث به وجود اومدن رنج عظیم در قلب حضرت شیس شده بود. ولی به خاطر مأموریت پیامبری اصلاً در وظیفه خودش کوتاهی نکرد. روزی مجادله بین حضرت شیس و قومش با فرزندان قابیل شد و این مجادله تبدیل به جنگ شد. در این جنگ برای اولین بار بر روی زمین از شمشیر استفاده شد و به این ترتیب حضرت شیس اولین پیامبری بود که از شمشیر استفاده کرد. و او به اذن خداوند با جسارت در برابر انحراف جنگید. اولین های حضرت شیس به همین جا ختم نمی شد. او اولین پیامبر در تاریخ بود که کعبه را بازسازی کرد. او خونه کعبه را که پدرش حضرت آدم ساخته بود با سنگ و گل محکم کرد و هر لحظه از اون محافظت کرد.
او در هنگام زندگی در مکه همه مراسمات حج را به طور کامل به جای می آورد. سالها گذشت و حضرت شیس پیر شد و او هم همانند پدرش احساس کرد که قرار به نزد پروردگار خودش برگرده. او 912 ساله بود. فرزندانش رو به نزد خودش فراخوند و به اونها وصیه‌ای کرد. او به اونها وصیت کرد که با فرزندان قابیل پیوند دوستی بنا نکنند و آنها رو به خون هابیل قسم داد که از کوه مقدس پایین نیایند و اونجا بمانند. او به اونها گفت که این سرزمین‌ها امانت مقدسی در دست ما هستند. از این امانت محافظت کنید و از راه خداوند جدا نشوید. و برای قومش دعای برکت کرد و به جای خودش پسرش انوش رو به عنوان جانشین تعیین کرد. وقتی حضرت شیس از دنیا رفت، پسرش انوش جنازه اون رو با دقت برای دفن آماده کرد و بدن اون رو پر از بوهای زیبا و خوشبو کرد. خانواده پسران و نوهای او برای او نماز می‌خواندند. حضرت شیس در کنار پدر و مادر خودش حضرت آدم و حوا دفن شد. نفرهای بعد از او به نصایح و پندهای او عمل کردند. حضرت آدم قبل از وفات خودش به حضرت شیس 5 پند داد که راه نمایی برای راه بشریت هستند. ای پسرم، به دنیا طوری دل نبند که انگار برای همیشه جاویدان هستی. بدونن که در این دنیا مهمان هستند و دیر و یا زود از این دنیا خواهند رفت. به هیچ چیزی، به هیچ وجودی و به هیچ مالی طوری که همیشه دل نبندند. طوری زندگی کنند که دایم به خاطر داشته باشند که روزی همه آنها را گذشته و خواهند رفت. پسرم، به انسانها بگو سریع سخنان دیگران را درست فرض نکنند. هر حرفی را بدون تفکر و سنجش باور نکنند. قبل از اینکه حرفی را به دل بگیرند، درباره آن خوب فکر بکنند و پرس‌وجو کنند. فقط به این طریق می توانند که به حقیقت برسند. پسرم، به آخر و عاقبت هر کاری که انجام می دهند خوب فکر کنند. اگر من هنگام خوردن میوه ممنوعه به آخر و عاقبت این کار فکر کرده بودم، حوادثی که برام افتادن هیچ وقت اتفاق نمی‌افتادن. باید به آخر و عاقبت هر قدمی که برمی‌دارند، هر تصمیمی که می‌گیرند خوب فکر کنند. این را هیچ وقت فراموش نکنند. هر کاری که در این دنیا انجام میدیم، بعد از ما آثار اون باقی خواهد موند. اگر قصد انجام کاری رو دارند و در درون خودشون احساس کوچکترین آرامشی نمی‌کنند و به اون تمایل ندارند، حتما یک بار دیگه درباره اون فکر کنند و دوباره درباره اون تحقیق کنند. اگر در قلب خودشون احساس شک و شبهه دارند، به اون شک و شبهه اعتنا کنند. چون جوهر هر چیزی در قلب انسان نهفته است. قلب انسان حقیقت را زمزمه می کند. به این زمزمه بی توجه نباشند. اگر خودشون نمی توانند درست بودن کاری را تشخیص بدهند، با افراد آگاه و درست درباره اون مشورت کنند. کسانی که در جستجوی حقیقت هستند، با افراد عالم و دانا مشورت می کنند و از آنها پند می گیرند. قبل از اینکه تصمیمی بگیرند، با شخصی که مورد اعتماد آنهاست مشورت کنند و سخنان اونها را بشنوند. اگر من به نزد فرشتگان می رفتم و درباره آخر و عاقبت کار خود با آنها مشورت می کردم، امروز ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. کانال هدایت رو لایک کنید